چطور هستی عثمان جان؟ الحمدلله خوب هستم. تو چطور هستی؟ اینمی موضوع شد که من عثمان جان در صفحات اجتماعی میدیدم. واقعا امروز نصیب قسمت ما شما بودین در آغاز برنامه. اینال خودت به بیننده یک معرفی بکن که بینندان تو را بشناسن لالانه. سلام درود خدمت شما مجری و گزارشگر موفق کشور ما سمیع الله ظفر، تمام بینندگان تلویزیون طلوع آرزوی صحتمندی سلامتی و سربلندی تک تک شما را دارم. محمد عثمان نوری هستم در خدمت شما. خیر باشی عثمان جان. این نام خدا دیگه چطور روان صحبت میکنه، از من کده فوق العاده تر صحبت میکنه. طبعا پشت هر جوان موفق، هر کودک موفق یک فامیل موفق نفته است. خب عثمان جان، میگن که امروز 1 ساعت روزه گرفتی یعنی؟ بله. همه تو بود نه؟ آه. دیگه توانش نداشتی؟ نه نداشتم. خب عثمان جان عزیز، اینال خودت به می کودکا همسنای خودت چی گفتنی داری؟ می خودت رمی لحظه میبینن؟ یک موضوع، هر کودک یک قهرمان است اگر باور کند. اگر خودت را باور داشته باشی میتوانی کارهای بزرگ انجام بدهی. قهرمان بودن یعنی ناامید نشدن و همیشه با دل قوی تلاش کردن. ان الله متعال در قرآن کریم میفرماید ان الله مع الذین آمنوا، یعنی خدا به کسانی است که ایمان دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر از خدا کمک بخواهید خداوند تو را کمک میکند.